آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19. از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 4982 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند که برایشان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 337 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 32953 نفر رسیدند. از زمان شیوع بیماری در کشور تعداد 574856 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و تعداد بهبود یافتگان بیماری تا کنون 459250 نفر می باشند. در ادامه روند تشریح وضعیت بیماری در استانهای کشور امروز توضیحاتی رو در خصوص وضعیت بیماری در استان لرستان به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. پس از گذر از خیز جدی بیماری در تیر ماه سال جاری از اوایل شهریور ماه نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در این استان مجدداً روند افزایشی به خود گرفته و شیب صعودی موارد ابتلا و بستری به شکل نگران کننده در استان لرستان در حال امتداد می باشد. همکنون شهرستان چگنی در این استان در وضعیت خطر متوسط بیماری، شهرستان‌های بروجرد و رومشکان در وضعیت هشدار و مابقی شهرستان‌های استان یعنی 8 شهرستان دیگر در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند و در این بین شهرستان علیگودرز، پل دختر، درود و کوهدشت در لیست 43 شهرستان بحرانی کشور می باشند. میزان استفاده از ماسک توسط مردم استان لرستان در مراکز و اماکن عمومی 75% و وسایل نقلیه عمومی درون شهری و برون شهری 65% گزارش شده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان لرستان در ادارات و سازمان‌های دولتی و کمترین میزان رعایت در پاساژها و آرامستان‌ها گزارش شده است. در هفته گذشته بروز موارد مثبت بستری در استان لرستان حدود 43 نفر به ازای هر 100,000 نفر جمعیت این استان گزارش شده است که نرخ بروز در این شاخص با اختلاف قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. همچنین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در این استان 30 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر جمعیت گزارش شده است که میزان بروز در این شاخص نیز بالاتر از میانگین کشوری است. در حال حاضر تعداد 381 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان لرستان بستری هستند که 88 نفر از این عزیزان به علت شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه حضور دارند. همانطور که پیشتر به اطلاع شما عزیزان رسانده ایم بر اساس پیشنهاد کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی و مصوبه این ستاد امروز اعمال محدودیت‌های شغلی در 43 شهرستان کشور که با وضعیت حاد و خطرناک بیماری مواجه هستند آغاز گردیده و فعالیت مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 در شهرستان‌های یاد شده به مدت 1 هفته ممنوع می باشد. همچنین از امروز تا پایان آبان ماه حضور کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و مؤسسات عمومی مستقر در کلانشهر تهران به میزان 50% کاهش یافته و مقرر است که با بهره‌گیری از روش‌های الکترونیک و انجام دورکاری در ارائه خدمت به شهروندان وقفه حاصل نگردد. امیدواریم با نهادینه شدن حس مسئولیت پذیری اجتماعی در مردم عزیز کشورمان در عمل به توصیه‌های بهداشتی و همچنین تقویت و تداوم همکاری